باب ششم درباره اهل زکات. اهل زکات کیها هستند؟ که در این مسئله های مسئله اول کی اهل زکات است و دلیل آن. اهل زکات آنهایی که حق گرفتن آن را دارند و آنها 8 گروهی هستند که الله سبحانه و تعالی در قرآن آنها را بیان کرده است. الله میفرماید در سوره توبه آیه 60: انما الصدقات للفقراء، بدرست که صدقه از برای فقیران است، برای فقیران، والمساکین والمسکینها والعاملین علیها و کارگران جمعآوری آن، والمؤلفه قلوبهم، آنهایی که دلهایشون به اسلام جلب می شود، و فی الرقاب، برای آزاد کردن غلامان، والغامرین و قرضداران، و فی سبیل الله و ابن السبیل، کسانی که در راه الله مسافران هستند، مسافران بیکس، و کسانی که در راه الله در جهاد هستند. فریضة من الله والله علیم حکیم، یک فریضه است از جانب الله و الله علیم و حکیم است. پس بیان و توضیح این طبقه ها، این صنف ها چنین است. یکم فقیران. فقیران جمع فقیر است، کسانی هستند که نادار هستند، که نیازهای خود و کسانی که تحت سرپرستی آنها هستند مانندی طعام دادن یا که نشاندن و لباس را ندارند، آنها تأمین کردن نمیتوانند، یعنی هیچ چیز ندارند، یا کمتر از نصف نیاز را دارند نه که بر آنها نمیرسد، بر او مقدار زکات پرداخت کرده می شود. 1 ساله مقدار رزق روزی آن از هر چه که نیاز دارد پرداخت کرده می شود، از خوردنی ها، از پوشیدنی ها. این قسمت اول، اینا را فقیران میگویند. دوم مسکینان. مساکین جمع مسکین است و آن کسانی هستند که نصف نیازهای خود را دارند، از نصف زیادتر را دارند، یعنی کسی که 100 سامان دارد اما 100 سامان دیگر هم نیاز دارد برای روزیش را برآورده کردن، یعنی 200 سامان برای وی لازم است، بر اون زکات مال پرداخت کرده می شود. 1 ساله تأمینات او کرده می شود. عاملان، کارگران، کسانی که از جانب حاکم یا که امام یا که امیر وظیفه دار شده هستند که زکات مال مردم را جمع آوری نمایند و سپس بر خزینه مسلمانان آورده بمانند. اگر حتی آنها غنی هم باشند، ثروتمند هم باشند، وظیفه دار که هستند، بر آنها زکات مال پرداخت کرده می شود، چون وقتی خود را در این کار صرف میکنند. و عاملان همه آن کسانی هستند که جمع آوری زکات می نمایند، صد می نمایند، حفظ می نمایند، تقسیم میکنند، سهمگزار این هستند. و المؤلفه قلوبهم، آنهایی که دلهایشون به اسلام جلب کرده می شود، آنهایی که برای نرم کردن دل آنها، برای با اسلام داخل شدن، بر آنها زکات مال پرداخت کرده می شود، جلب آنها به سوی اسلام. یا کسانی که مؤمن‌هایی که ضعیف الایمان هستند تا ایمان آنها قوی بگردد، یا کسانی که بر اسلام جلب کرده می شوند، نزدیک کرده می شوند، یا به خاطر دور کردن ضرر از آنها، احتمال ضرر است، تو میتونی به آنها زکات مال پرداخت می‌نمایی. از یکم کسانی که تو میدونی که بر تو ضرر میرسونن، یکم شرکت داری یا که مالدار هستی، میدونی که فلان کسها بر تو ضرر میرسونن، بر آنها زکات مال میدی تا که از آنها خلاصی بیابی. و فی الرقاب، در آزاد کردن بردگان. رقاب رقبه میگویند، مراد از مسلمانان یا کنیزان است که از پول زکات خریده شده آزاد کرده میشوند، یا برده است که به صاحب شرطنامه بستگی است تا خود را از پرداخت مبلغ خود را آزاد نماید، نه که ندارد، بر او این را پرداخت مینماید، او را از این آزاد مینماید. یا که زندانی ها مثلا، اسیران همچنین با قسمت پول زکات مال آنها را آزاد مینماید. و غارمان همچنین قرضدارها، قسمت ششم قرضدارها. و الغارمین جمع غارم است، کسی است که به دوش خود قرض گرفته است، قرضدار است، در حالی که این گناه نیست، در معصیت نباشد قرض گرفته اش، در یگان کار نیکوی قرض گرفته است، نه که نتوانست آن را پرداخت نماید، پس بر این چیز قرضش را میدهی، بر او پول میدهی تا که از قرضش خلاصی بیابد. یا اینکه برای آشتی انداختن دو گروهی که با همدیگر میجنگند پرداخت مینمایی قرض را تا که آنها آزاد شوند. اگر برای اصلاح و آشتی بین مردم باشد، بر او زکات داده میشود، حتی چیز غنی بگردد و از این خلاصی بیابد. و هفتم فی سبیل الله، مراد از فی سبیل الله کسانی که در راه الله هستند، جنگاوران، مبارزان در راه الله، مجاهدان در راه الله سبحانه و تعالی، که با خواهش خود برای دفاع از دین الله حرکت کردند. اگرچه برای آنها اگر که معاش داده هم شود از خزینه مسلمان ها، به آنها زکات داده می شود، خواه غنی باشند خواه فقیر باشند، بر آنها زکات داده می شود. و ابن سبیل هشتم، مسافر است که در راه مانده است و به دیار خود برگشته نمی تواند، بیچاره مسکین، زیرا پول ندارد و کسی نیست که بر او قرض بدهد، بر او زکات داده می شود تا به دیارش باز بگردد. این 8 قسمت است. المساله الثانیه، مسئله دوم، فی حد الذین لا تدفع لهم زکات، کی حق گرفتن زکات را ندارد، بر کی زکات پرداخت کرده نمی شود. طبقه ها یا گروه هایی که زکات مال بر آنها داده نمی شود، جایز است بر آنها زکات مال بدهی. یکم غنی، ثروتمند، کسی که توانی قابل کار دارد، قوی است. رسول الله فرمود که لا حظ فیها لغنی، از برای غنی ثروتمند زکات نیست، ولا لقوی مکتسب، کسی که قوی است توانایی کسب کردن مال را دارد.
اما کارگران جمع آوری زکات و قرضدار حتی اگر که غنی هم باشد میتوان بر آنها زکات داد، طوری که قبلا ذکر کردیم. اما شخصی که قابل کار کردن را دارد، قوی است، بر وی زکات دادن نمی‌شود. اما شخصی که قابلیت کار کردن را نیز دارد اما تمام وقت خود را در آموزش علم شرعی بخشیده است، طالب علم است، علم آموزد و نیازی بر مال دارد، بر اون زکات مال پرداخت کردن جایز است بر طالب علمان، زیرا آموزش علم اینم یک جهاد در راه الله سبحانه و تعالی است و تبلیغ آن. اما اگر که توانایی کار تنها برای عبادت‌های نافله قرار گیرد و در این ترک کردن می‌شود، بر او زکات داده نمی‌شود. کسی که میشنه فقط عبادت میکنه، فقط نماز میخواند، که فقط ذکر می‌نماید، بر او زکات داده نمی‌شود، بلکه بر رفته کار نماید و از پای زندگی شود. و همچنین بر پدر و مادر، بر فرزندان، بر همسر، بر آن کسانی که نفقه تو بر آنها واجب است زکات داده نمی‌شود. آنهایی که نفقه آنها بر انسان واجب است، مثل پدر و مادر، بابا و بیبی، فرزندان، نبیرگان، همسر، بر اینها زکات مال پرداخت کردن نمی‌شود. بارک الله فیکم. زیرا اگر بر آنها زکات بدهد، آن نفقه واجب را که بر دوش خود می‌بردارد، آن را ساقط می‌کند، گویا که به خود زکات داده است، چون به سوی خود باز می‌گردد. کافران، بر کافران نیز زکات داده نمی‌شود، بر کافران زکات داده نمی‌شود، با دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله تؤخذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم، گفتند از ثروتمندان آنها گرفته می‌شود، بر فقیران آنها داده نمی‌شود. اما کافرانی که مؤلفه قلوبهم باشند، قلب‌های آنها با سوی اسلام گرم باشد، داده می‌شود. پس هدف زکات کمک به فقیران و مسلمانان است و تقویه محبت و اتفاق جامعه مسلمانی است و در برای کافران این تطبیق نمی شود، بر بینماز هم داده نمی شود. همچنین بر عائله پیامبر صلی الله علیه و سلم، بر اهل و عائله پیامبر صلی الله علیه و سلم داده نمی شود. عائله پیامبر زکات مال داده نمی شود از روی احترام و جایگاه آنها، زیرا در حدیث آمده است که انها لا تحل لآل محمد، بدرستی که برای آل محمد حلال نیست این زکات، انما هي میگه اوساخ الناس، چون پلیدی مال مردم است. برای عائله پیامبر مراد از آل محمد گفته شده بنی هاشم و بنی مطلب گفته می شود. و همچنین با دلیل قول پیامبر انما صدقات للفقراء گفتند، بدون صدقه از برای فقیران است. سوره توبه آیه 8 دلالت میکند که هر فقیر از جمله بنی مطلب میتواند بگیرد. بعضی از علما گفتند که صحیح ترین کسانی که از آل محمد هستند صلی الله علیه و سلم، از خویشاوندان محمد هستند، بر آنها زکات مال داده نمی‌شود. و مولایان آل محمد، مولایان آل محمد، مولایان یعنی که آزاد شدگان بنی هاشم نیز مثل خودشون حساب می شود. در حدیث اومده است که این صدقه لا تحل لنا، بدون صدقه برای ما حلال نیست گفته است پیامبر صلی الله علیه و آله. و ان موال القوم من انفسهم، بدرستی که آزاد شدگان قوم از خود آنها هستند، بنی هاشم. یعنی غلام برده، بر غلام هم چیز زکات داده نمی شود، زیرا مال او مال صاحبش است، سیدش است، راهبرش است، پس بر اون هیچ زکات داده نمی شود. اما آزاد کردن آنها چیز گفتیم جایز است. اگر تو بر وای دیدی گویا با صاحبش دادی، چون وای مال صاحبش است، چون نفقه وای غلام بر دستی صاحبش است. اما گفتن که برده‌ای که برای بر آزاد شرطنامه‌ای کار میکند یک مقدار پول لازم است که آزاد شود، گفتن در این حالت جایز است. پس کسی که با دانستن حرام بودن دادن زکات به این گروه ها اگر بدهد گناهکار می شود. پس تنها با همون 8 صنف که ما در بالا ذکر کردیم، با همون 8 صنف زکات داده می شود، نه بجز آنها. بجز آنها با کسی دیگر داده نمی شود. و مسئله سوم، آیا شرط است که هنگام تقسیم زکات همه 8 گروه فرا گرفته شود، یعنی بر همه 8 گروه داده شود؟ شرط نیست. هنگام تقسیم زکات همه 8 گروه های ذکر شده که در بالا ذکر کردیم، همه آنها را بدی شرط نیست. این عقیده درست و صحیح است، بلکه جایز است که زکات به هر کدام از این 8 گروهی که هست داده شود. چون الله میفرماید که این تبدو صدقات فنعم هی و این تخفوها و تبدوها الفقراء و هو خیر لكم. اگر صدقات را آشکار دهید پس آن خوب است، و اگر آن را پنهان بدهید و به فقیران بدهید پس آن برای شما بهتر است. سوره بقره آیه 171. و در حدیثی که ذکر شده است که تؤخذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم، از ثروتمندان آنها گرفته میشود، بر فقیران آنها داده میشود. متفق علیه، بخاری و مسلم روایت کرده است. و همچنین حدیث دیگری که از پیامبر روایت شده است، اقم عندنا حتی تأتینا صدقه فنأمر لك بها. گفتن که نزد ما بیمون. پیامبر بعضی از کسان گفتن تا وقتی که صدقه بر ما برسد و بر تو بدهیم. روایت مسلم حدیث 1044. این دلیل نشان میدهد که مقصد آیات انما صدقات للفقراء بدون که صدقه از برای فقیران هستند، فقط بیان آن است که حق گرفتن زکات را دارند. همین 8 قسم حتما باید بر این صنفا داده شود، نه بر کسی دیگری. اما مسئله چهارم، آیا جایز است که زکات به یک شهر از یک شهر به شهر دیگر کشانده شود؟ آیا این جایز است؟ بله جایز است.
جایز است که زکات از یک شهر به شهر دیگر کشانده شود، داده شود. مثلا اگر شهر دیگر فقیرتر باشند یا شخص در آن شهر خویشاوندان فقیر داشته باشد که مثل فقیران شهر هستند، پس دادن زکات بر خویشاوندان هم صدقه و هم پایبندی خویشتباری است. و مثل آنه که مثلا امروزها برادران ما که در فلسطین در غزه قرار دارند به نهایت نیازمند هستند، بهتر است که زکات ما بر آنها داده شود از اینکه در شهر خود میدهی و دیگر شهر انتقال داده شود. بارک الله فیکم. پس حقیقتا زکات برای فقیران و مسکینان است. یعنی فقیران و مسکینان در هر جایی که قرار دارند، کسی که بیشتر نیاز دارد بر آنها این زکات پیشنهاد کرده میشود، بر آنها این زکات داده می شود. اما کسانی که بجز این 8 صنف هستند بار دیگر تاکید میکنیم داده نمیشوند. یکم فقیران بود، دوم مسکینا بود، سوم کسانی که در این راه کار میکنند، چهارم کسانی که قلب آنها به سوی اسلام جلب کرده می شود، چی کافرانی که به سوی اسلام جلب می شوند و چی مسلمانانی که ایمان آنها ضعیف است و چی قرضداران و چی کسانی که برده هستند، غلام هستند، زندانی هستند، مجاهدان در راه الله سبحانه و تعالی و مسافران. بجز این 8 قسم دیگر بر کسی داده نمی شود. اگر داده شد پذیرفته نمی شود. برای همین این را خوب اهمیت بدهند. زکات دهنده ها تمام نوعهای زکاتی که بیان کردم برای این قسمت داده می شود. بجز این قسمت دیگر بر کسی دیگر داده نمی شود. در اینجا درس رو به اتمام رسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.